سلام دوستان خوبم. امروز با آموزش یه خوراک خیلی خوشمزه با زبون گاو میخوام براتون درست بکنم. همینطور که تو فیلم دیدین اینا رو من اوورنایت رو اسلو کوکر پختم برای 7-8 ساعت با نمک و فلفل و پیاز پختمشون. اول از همه شروع میکنیم این قارچه‌ای که خورد کردم اینا رو یه تفتشون میدیم. همینطور که میبینین قارچ آب میندازه و ما میخوایم یه مقدار سس غلیظ داشته باشیم. برای همین آب اضافه نمیخوایم، میخوایم غلیظت رو با آب گوشت و با هیوی کریم بگیریم. برای این یه مقدار اینو میذاریم بپزه تا این در زمینی که یه مقدار قارچ پخته میشه این آبش هم تبخیر بشه. خب ما اینجا یه مقدار سیر خرد شده سرخ شده داریم، پارمیزان چیز داریم، وایت واین داریم و هیوی کریم. این هم که آب همین زبونیه که پختیم. یه نکته کلیدی میخواستم بهتون بگم که این سه تا واقعا تو خوراکایی که میخواین استفاده بکنین این سه تا یعنی باید باشه. پارمیزان چیز با شراب با سیر، این سه تا کامبینیشن این معرکه میشه برای هر نوع خوراکی که بخواین استفاده بکنید. خب حالا تو این مرحله ماشروما پختش یه مقدار این گوشتا رو اضافه میکنیم به ترتیب. خب حالا تو این مرحله سیر رو اضافه میکنیم بهش. چیز رو اضافه میکنیم. آب گوشت به اندازه 1 کاپ هیوی کریم. این هیوی کریم غلیظت خیلی خوبی بهش میده. و در آخرم شراب سفید. من نمک و فلفل دیگه بهش نمیزنم چون این پارمیزان خودش سالتی هست و گوشت و آب و اینا هم به اندازه کافی نمک و فلفل داشته. حالا اینو میذاریم جوش بیاد و میذاریم برای یه 10 دقیقه تا یه رو این قشنگ جا بیفته و غلیظ بشه. خب دوستان همونجور که میبینید این خوراک زبون گاو آماده شده و واقعا بوش معرکه است، تیستش معرکه است. اینو حتما پیشنهاد میکنم برای مهمونیاتون درست بکنید. مطمئنم که همه لذت میبرن و یه چیز خیلی دیفرنتیه و واقعا خوشمزه. من از این آبشم براتون بریزم. امیدوارم درست بکنید و لذت ببرین.
میکنم.